رفقا حالتون چطوره؟ من سهیل هستم. برگشتم با یه ویدیو چپن در قیچی دیگه توی این اوضاع چپن در قیچی. خوش اومدین به این ویدیو. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه که حمایت گنده. موضوع این ویدیو اینه که موضوع این ویدیو اینه که خب اتفاقات اخیر و جنگ و همه این داستانا دل و رمقی هم برای ویدیو ساختن نبود حقیقتا. الانم که فعلا تو آتش بسیم یکی دو روزه. حالا این ویدیو احتمالاً یه 3-4 روز دیگه میاد بعد این ضبط. و اینکه اکسپلور هم چه خبره طبق معمول و احتمالاً توی این ویدیو بیشتر پیرامون همین جنگ ایران و اسرائیل پیش خواهیم رفت. اکسپلور خیلی اینجوریه. خب نت هم قطع بود، حالا نت برگشته و ببینیم چه خبره تو این ویدیو. امیدوارم یه روز حالا هممون خوب باشه. بزن بریم. آتش وضعیت اسرائیل و ایران پی‌اوویه. بس بدیم سیشتیر بابا، همتون همینو میگید. آسمون من نمیای پر پرواز، آسمون ما نمیای. اینجوریه این چه بولشتی بود واقعا، چه بولشتی بود. بریم بعدی ولش. بریم کی اومد. خدا بخیر کنه. همون منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر اونا را بکشیم ما به بهشت میریم، اگر اونا ما را بکشن بازم ما رو. سیگما خمینی فور همون شد رفت. آره دیگه منطقه دیگه چی بگم والا، منطقشون اینه دیگه. چجوری میشه هم اونا ما رو بکشن ما بهش بریم، بعد ما اونا رو بکشیم ما هم به بهش بریم؟ مگه میشه همچین چیزی؟ بریم بعدی ولش کن. اصلا دل و دماغ نداره. دشمن حساب این یارو خدا سردار حاجی زاده فرمودن موشک‌ها چرا نسبتی؟ این یارو کمدینه و کلا داره مسخره میکنه. میگفت موشک میسازیم میره تو اتاق. حالا بریم ببینیم، میگم بعد ویدیو. قدرت و هیمنه موشکی ما رو نکرده بود که وقتی از آشیانه در میشدن فریاد میزدن آسم موشک و آسمانی میشدن. در نهایت تصمیم گرفتیم که 17 تا موشک بزنیم. این موشک هم که رفتن هوا به اذن ولایت هر کدومشون قاسم 700 و 440 و 500 تا موشک شدن. چند؟ این 700 و 400 و 500 تا هر کدومشون 1000 و 80,000 هدف رو مورد اصابت قرار دادن که شاهدان صحنه میگفتن این موشک‌ها وقتی میخوردن زمین دوباره بلند میشدن به اذن ولایت. اینور اونور رو نگاه میکردن، سرباز آمریکایی رو میدیدن میگفتن قاسم میرفتن. که مطابق گزارشات ما تمام پایگاه‌های آمریکایی در عراق قاسم یعنی نابود شد. قریب به 240 این میفته رو زبونه. مطمئنم این میفته رو زبونه. الان طبق اخباری که ما دست آوردیم تمام نیروهای آمریکایی از منطقه خارج شدن، از اروپا، آسیا، آفریقا. قاسم عقب نشینی کردن. از خود قاره آمریکا هم عقب نشینی کردن، دارن ترک کردن اصلا قاره آمریکا. سمت کهکشان‌ها در حال قاسم. البته باید بگم که ما دنبال تنش و جنگ نیستیم. بله اینو بدونن. اینو فقط برای یادگاری زدیم. هدفمون هم تلفات انسانی نبود. چون اگه اینطور بود کلاهک جنگی رو همون 4-5 تا موشک میذاشتیم، یعنی که عوض در و دیوار میزدیم به قاسم. هدف چقدر خوب بود. قاسم یه ویدیو دیگه داشت میگفت ما موشک ساختیم، میره تو اتاق مثلا پتو رو ور میداره، بچه‌س اونجا میبینه نه این نیست، پتو رو دوباره میندازه روش، دنده عقب میگیره میره یارو رو میزنه. اینجوری میگفت که ما دیدیم کیو زد دیگه متاسفانه. بعد اونا موشکاشون این بود واقعا. ما که ندیدیم چیزی از شما. بریم بعدی. قاسم یعنی اگه جنگ ایران اسرائیل سریال بود بتل آف نو. آره سریاله میگه قسمت اول ترورز پس سخته، قسمت سوم ایران استرایکس بک، ایران ضربه برگشت چی بهش میگن ضد حمله میزنن. اتک آن تل آویو آندر اتک. تل آویو فکر کنم این خودشونه. هکرز اند اسپایز، هکرها و جاسوسا. wrath of missiles، خشم موشکی. چه قسمت آخر دوشی پی سول. قسمت آخر امتیازش 2.6 از IMDb. کل سریال 9.3. چه جالب. اولترایک، ترفند قدیمی. این زیرش فارسیشو نوشته، من 3 ساعت داشتم خودم برای خودم ترجمه میکردم. Who is B2 قسمت نو B2 کیه؟ بریم بعدی. باحال بودی. حاجی خونه مرتضی‌شون موشک زدن. بابای رفیقت تو جنگ زدن. آره باباشون تو خونه بود. چجوری بهش بگین؟ بسپارش به من. سلام مرتضی، ما انگر شنیدیم که فکر کنین موشک ها ستارن. خب هیچی، دیروز یه دونه ستاره رفت خونتون. بزن بچه کنی با اون خیانت کرده؟
فکر نکنم خیلی چیز شدی و ترند شد. منم خودم افتاده رو زبون. یه تو عربستان دست زدن به شاهزاده ممنوعه، حالا ترامپ رو داشته باش. واقعیته؟ شاید اون فیلم بن سلمانه؟ سعودی عربیه. داداش زد و رد شد و داشت نوکرت هم به مولا. خیلی مردی دوتون دارمت. این حرکت ها میزنه. دیوانه است این یارو. میخواستم یه کلمه بدترسه آره همونه. مودی تر از این من ندیدم. توییت گذاشته بود هر کی نمیدونم اول بمب بزنه یه سیگما تر از این بشه من ندیدم. جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل، جمهوری اسلامی در برابر مردم ایران. قرآن گذاشتن رو سرشون. دعا دارن. بیشترین باخت تو این جنگ خانواده من داد. دیشب ساعت 5 صبح خواب بیدار شدم برم دستشویی، دیدم همه جلو تلویزیونن، مام بزرگم، با بزرگم، خاله هام و داییم. خب گفتم چی شده چقدر خوشحالید؟ مامانم یهو برگشت بهم گفتش که دایید برای آتش پس مقابل اسرائیل قطعنامه جمع کرده و همه ما انگشت زدیم. خدا بگم چیکارم نکنم. یه تیکه زمین داشتیم توی که اونو از ما گرفتیم. دایی چه غلطی داری میکنی دایی؟ لعنتی چیه؟ واقعا مامانه و خالا واقعا مامانه و خالا خیلی ساده. این خیلی ترند شده جدیدن، همه جوره دارن میسازن که مثلا مامانه انگشتش مهر داره و یعنی امضا رو داده و کل ارث و چیز بابا بزرگه رو داده به دایی و السلام علیکم و رحمت الله. عربی غلیظ. چه داپایی؟ خط خبرها. بله. همه کشورها انن فقط ما خوبیم. اگنالج. بله. بیشتر چیز بود، چیز ایران اینترنشنال بود، بعد ولی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو داشت چیز میکرد. ما همه کشورها ما خوبیم، همه بدن، همتون گرم. خیلی باحال بود. مرسی. خلاص. خارجی وقتی صدای موچک میشنون. تل ابیب الکبرى جمیع ضواحی وقتی صدای موچک میشنون. کجا رو زدن؟ نه واقعا همینه. چرا اینجوری بود؟ ما چند شب پیش نشسته بودیم توی پارک، یه صدای مهیب اومد. رفقا گفتم جمع کنیم بریم خونه، داریم بدبخت میشیم. بابا یه صدا اومد دیگه، چیه مگه؟ درسته ترسناک خدایی ولی دیگه بدنشون گرم تو شهر رو نمیزدن. بعد صدا هم اون بر اومد، همه داشتیم حرف خبیث بازی میکردیم، جمع کردیم در رفتیم. ساعت یک شب بیرون چه غلطی میکنی؟ اینم به خدا خودش اومده دکتر، بعد این خانم ازش میخواد بچه‌ش رو شفا بده. بچه‌ش بغلش. عزیز من این اگه میتونست شفا بده خودشو شفا میداد دیگه. تو چه دیوانه ای هستی؟ خدایا ما رو از دست اینا میشه. برو بعدی. هم ولا باد بسم الله الرحمن الرحیم. خدا وکیلی یه بار دیگه ببینیم. هم ولا باد بسم الله الرحمن الرحیم. عالی بود اصلا. چه غلیظ اون زیرو یا خارجی هن یا ایرانی اینو ساختن؟ ایرانی نیستن اینایی که اینو ساختن. صلح یه دونه میزن. آره این سنگای آخری که چند تا با هم انداخت داستان داره. ببین قبل صلح اسرائیل تا تونس زد، بعد این ورم بگن ما جنگو تمام یه چند تا زد دیگه، اون صلح شد. بعد اون حالا چجوری یهو ترامپ یه توییت زد، همه جمع کردن گفتن داداش خدافظ، خود هر کی رود خانه خود فعلا. خیلی عجیبه، همه چی عجیبه واقعا. خدا بخیر کنه، خدا بخیر. از وقت قبل از این که برادر پخت و پس کن. Memang kurang ajar ini Muhammad Ta'ala yang duduk sini. What you want? You nak gaduh dengan saya? Anytime. This is a country where we speak English. Fuck you. یه ما اینجا انگلیسی حرف میزنیم، اونم تنها کلمه‌ای که بلده رو حس با ته دلش ول میده سمتش. قشنگ مشخصه تو زبون خودش هم داره پاپ کش میکنه ترامپ ها، ولی کلمه آخریه رو دل و جون داد بهش. مامان داریم میریم خونه عفت خانوم که بچه‌هاش معلولن، قول بده مسخرهشون نکنی. من خیالت پس زشکیام
نباشید. ممنون از شما. چیه این؟ خدایا نه اون قبلیه نه این. اصلا مگه میشه همچین چیزی؟ این تابلوی روز شمار نابودی اسرائیل 8 سال پیش ساختن. هر بار که برقا میرفت ریست میشد، از اول 25 سال شروع میشد. این مدت انقدر برقا رفتن سوخت. این کار ما رو عقب انداخت. آره آره آخرش خیلی خوب بود. بریم بعدی. گفته می شود سید سیروس سوم با دیدن این کلیپ دچار عارضه قلبی شده است. حسین دلیل خرافات کرده. ببین هوش مصنوعی به یه جایی رسیده که من واقعا پشمام میریزه اینا رو چجوری میسازه. نگاه ترامپ چقدر واقعی، اون طرف نتانیاهو اون آقای اونوری هم چقدر واقعی هست. چجوری انقدر یهو چقدر واقعی ساخته بود. واقعا نظر خاصی نمیشه داد، فقط اومدیم یه ذره خوش باشیم. حقیقتا نیت داشتم یه ویدیوی توییتی سنگین 20 بازی که اینو به هم میدادن رو بسازم، ولی دیدم همینجوریش هم حال هممون گرفته است، چه برسه بریم به حالت دف و این داستانا. گفتم ولشون بذار حالا که داریم یه ویدیو میسازیم پیرامون همین موضوع ولی یه ذره فانش رو بسازیم. حالا با کلمه جنگ کلا نمیشه شوخی کرد، واقعا کار درستی نیست، ولی گفتم حالا بذار 2 نفر این ویدیو رو میبینن یه ذره بخندیم، یه ذره حال دلمون اوکی شه، خودم یه ذره مود عوض کنم این وسط. بریم بعدی. ایران، روسیه، چین. ببخشید آقای پوتین پریویت خواهش اصحار میکنم، شما به عنوان رفیق ما، هوادار ما به قول خودتون، خب ریختن ما چپ و راست کردن، میخواستم ببینم واکنش شما به اتفاقات اخیر چیه؟ به نام پریویت ما این حرکتشون رو محکوم میکنیم. چی؟ نام پریویت خب ما این حرکتشون رو محکوم میکنیم. محکوم کردم بعد. آره محکوم. و آقای جکی جان چه میفهمم؟ جکی جان نیها بوسو سیتا داده ژاپنیا اینجوری حرف میزنن، داری اشتباه میزنن. ما حرکتشون رو محکوم میکنم. با پوفیوزوی بیشرف دیوس، شما روزگار ما رو این مملکت سیاه کردی، نفت و گاز و هرچی اون قرمساق هرچی جنس آشغال داره، ماشین آشغال داره و همین داره میار توی کشور ما خودتون میاری، نمودی خودتون میاری، مجبورتون اینه که اون نداده بدی، وقتی نمیتونی یه جا دیگه بیاری مجبوری از اونجا بیاری دیگه. ما این حرکتشون رو به شدت محکوم میکنیم. به شدت. آقای جان چی؟ آخایش ایشون هم میفرمایم ما به شدت محکوم. به شدت ما آقا دمتون گرم، خیلی مردمی به قرآن خیلی من گفتم شما میخوای ما رو ببل بکنید به شدت، باز خیلی فرق میکنه با محکوم کردن خالی. آقا پس خیال راحت به شدت دمت گرم. آقای چای کار درسته بابا ما بفهم. کلا نقش کشورهای دیگه این وسط این بود که ما اینو محکوم میکنیم، ایران حمله میکرد ایران محکوم میشد، اسرائیل حمله میکرد اسرائیل محکوم میشد، فرقی نمیکرد، جفتشون محکومه. حالا مثلا چین و روسیه از طرف ایران اون رو محکوم میکردن، حالا اون آمریکا اینو محکوم میکرد. خب همتون محکومین دام اصلا. سوژه جدید بزرگ شده یک شنبه اول تیر ماه. اوکی. Hey US you started تو شروع کردی. خب انگلیسی 100%. We will ما تموم میشه. We will end it. دمت گرم درجه خیلی خوبه. You started we will end it. داره یادشون میده که شعار رو این شکلی بدن اونوریا بفهمن. بزن end it. Hey US you started we will hammer. شکلی دی گرفتن. Hey US you started we will end it. Thank you for coming. Let's go. Thank you boys. مسئول مسجد جمع‌کران از امام زمان پیام گرفتیم که فعلا برای حمله به اسرائیل دست نگه دارید. واکنش امام زمان. دلبرم دلبر خانه خرابم
من کجای این داستانم، تو کجای این داستانی، اون کجای این داستانه، ول کنین بابا، کجای داستانی؟ نمیدونم واقعا خودشونو میزنن به اون راه یا واقعا تو اون راهن. اصلا بعضی وقتا میگم اینا چجوریه و فکرشون این شکلیه، خیلی عجیبه برام. بعد از 47 سال یاد رستم دستان و آرش کمانگیر و کوروش افتادم. بماند که چقدر توی کتاب ادبیات شاهنامه سانسور شده و حالا شبکه 2 سیما میدونه خودشون میدونن داستان چیه دیگه. ما یعنی تو کتاب فارسی ادبیات دوران دبیرستان و راهنمای کلا مدرسه آموزش پرورش ایران ما شاهنامه رو یه چیز سانسور شده دیدیم. دوست داریم بریم یه تحقیق بکنیم راجبش که اونی که اونجا خوندین اصلا زمین تا آسمون با اونی که واقعا هست فرق. خود شاهنامه خوندن یه ذره سخته چون کلمات فارسی قدیمی سنگین داره. آره من دیدم یاد پخش می‌کردن شبکه نسیم. اینم خودش داستانیه. خب گور بابای شاه تو دین شما یاد ندادم به گور مرده توهین کردن زشته. این یک به گور یکی توهین کردن دیگه به گور هر کی توهین کردی. حالا به جای شما محمد رضا شاه پهلوی از قبل میومد بیرون اینجا مینشست برمیگشت میگفت آقا من مردم شناسنامه دادم، یه دونه دانشگاه تو کشورتون نبود، من اومدم اینا رو ساختم. پس اینجوری نمیشه بحث کرد. کوروش شاه ایران زمین از جانب من و از جانب ملت من آسوده بخواد، زیرا که ما بیداری و همواره بیدار خواهیم بود. درست محمد رضا بود سره. وقتی میفهمی از زمان آتش بس سال 17 فروند هواپیمای سنگین تسلیحاتی به تل‌آویو اومده، جیمز مکاو خنده مشهورشه. خب این برام از چین فکر کنم یه خبرایی از چین و روسیه تسلیحات خریدن. اصلا نمیدونم به خدا، اصلا نمیخوام حرف بزنم. ببین بعدی خب خدا شکر گنگ تمام راحت شدیم. همون لحظه کل فضای مجازی کشف یک جنین دایناسور کاملا سالم از درون یک تخم باستانی با قدمت 72 میلیون ساله. جدا نطفه دایناسور پیدا کردن. من منتظر زامبی بودم حقیقتا برای مرحله بعد. حتی آتش فشان دماوند هم هست چون ما اینجا زلزله و سیل و همه چی دیدیم، جنگ هم که دیدیم، کرونا هم که بود و 401 و تشاشگر و آتش نشان دماوند. فکر کنم اون خان هفتمه چون دیو سپید دیگه برای تو شاهنامه خان هفتم بود. یه سناریوی 11 روز اولشون نولان نوشت، روز 12 رو دادن ایرج ملکی. آره خیلی یهو جمع شد، یهو شروع شد جمع شد، اصلا نفهمید چی شد اون وسط. به خدا قسم بیچاره اسرائیل از دشمنش هم شانس نیاورده. سلام آبکشی ماجرا. اسرائیل تو اینو دیدی به ما حمله کردی؟ بعدشونه گنبد نیتا نیاهو گنبد اینا خانم‌ها تو آشپزخونه خیلی دارن، گفتم بهش نشون بدم. سلامت باشید. واقعا این حضور پررنگ نمیتونه وعده خدا الکی نیست. ایران پیروزه، شیعیان پیروزن، مطمئن باشید. اینا گنبدشونه دیگه. این گنبدی هم که داره. آره این گنبدشون اینه. عزیز من تو میخوای با یه سبد کافی چی بود دستش این؟ چی میخوای چیکار کنی دقیقاً؟ تو به من بگو میخوای چیکار کنی؟ تو جلو هیچی رو نمیگیره. سنگم میش بزنی میتونه بشکنه. سنگین بود. یارو اومده چند شب پیش تو صدا سیما از دل و جون چیز کرده آخوندارو. اوکی؟ کی هست؟ کامنتای مردم زیر پست مربوطه. حاجی واقعا کراش. این بیشتر ما اقتدار صحبت کردنش به دلمون نشست. محکم و استوار. من که ندیدم. کلا ندیدم ویدیوشو. استوار حرف زده کلا که دین دیره. تازه یکی دیگه هم هست سخنگوی ارتش. اون شب اصلا اخبار دیدم داشت تستوسترون خالص داداش. یه دکتر الهام نوری داداش. چی بگم؟ چادر من کو دیدید؟ شما ایشونو با تیشرت تصور کن. هست بابا هست. اون یارو کسی که پستو گذاشته ریپلای داده باش هیزی ها خانم. تموم شد. آره کل ویدیوها تموم شد و اینم از این ویدیو. امیدوارم ویدیو بعد یه ذره برگردیم به حال و هوای خودمون. اگه بذارن، اگه نتو قطع نکنن. تو این مملکت کلا تنها چیزی که زورشون بهش میرسه اینه که نتو قطع کنه. یکی به گوزمون پر اینور نت قطع میشه. همینجوریش هم که اصلا نتمون ماشاءالله 1000 گیگ بر ثانیه دانلود میده. اون برای ژاپن داره
1000 گیگ بر نمیدونم چند گیگ بر ثانیه اینجوری بود که کلی فیلم 4K دقیق آمارش یادم نیست، کلی فیلم 4K میتونستی توی مثلا 5 ثانیه دانلود کنی. بعد اینجا یهو میشینی اسرائیل حمله میکنه، 2-3 روز اول که کل فیلتر شکنه بوم، بعد 3 روزم که ملی میشه توی سرچ ساده نمیتونی بزنی. حالا خودت اونا میگفتن ما میخوایم اونجا رو بزنیم تخلیه کنیم، تو لا مثلا اینترنت رو قطع کردی که اینا از کجا بفهمن تخلیه کنن؟ پدافندت هم که فلج شده دیگه. همین دیگه نمیدونم، طرفدار هیچ کدوم نیستم من امیدوارم فقط حال دلمون یه ذره مردم ایران خوب باشه. از این ویدیو امیدوارم لذت برده باشین، دوست داشتین لایک کنین، برای دوستاتون بفرستین و امیدوارم روز و روزگارتون خوش باشه، روزگار خوشی سپری کنین. تا ویدیو بعد چاکریم، دمتون گرم. See you later. خدا کنه اینترنت رو قطع نکنن همین ویدیو رو بشه بذاریم. خداحافظ.